Herkese selam. Bugün sizlere Anker FM hakkında bazı şeyleri söyleyeceğim. Podcast'inizi doğrudan telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan kaydetmenize ve düzenlemenize izin veren oluşturma araçları vardır. Yani Anker FM, yani podcast'ınıza kayıt yaparsınız Anker FM'de. Orada da hem yani telefonunuza indirirsiniz ücretsiz bir şekilde ve ücretsiz bir şekilde kendi şovlarınızı, programlarınızı, yayınlarınızı burada kaydedebilirsiniz. Onun için başlamaya hani para lazım değil, ücretsiz bir şekilde Anker FM uygulamasını telefonunuza indirin veya da Google'a Anker FM yazın, oradan kendinize kayıt oluşturun ve kendi şovlarınıza başlayın. با نام خدا با عرض سلام با مجموع خبرهای این ساعت از رادیو جهانی ترکمن FM با من ابراهیم حمیدی خوش آمدین. امروز چهارشنبه 26 ماه جوزای سال 1400 هجری خورشیدی. نیروهای امنیتی ولسوالی دولت‌آباد ولایت فاریاب را از گروه طالبان پس گرفتند. ولسوالی دولت‌آباد در 18 جوزا در پی حمله گسترده طالبان به دست این گروه سقوط کرد. کریم یوری سخنگوی پلیس فاریاب به رسانه‌ها گفت که عملیات برای تصرف ولسوالی دولت‌آباد از سوی نیروهای مشترک سه‌شنبه شب آغاز شد. با گفته او، نیروهای امنیتی ساعت 3 بامداد روز چهارشنبه 26 جوزا مرکز ولسوالی دولت‌آباد را تصرف کردند. آقای یوروش گفت که پرچم کشور در مرکز ولسوالی دولت‌آباد به اهتزاز درآمده است و درگیری‌های پراکنده نیز در اطراف ولسوالی جریان دارد. دو تن از تخریبکاران پایه‌های برق دستگیر گردیده است. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در صفحه فیسبوکش نوشته است که خوشبختانه 2 نفر از تروریستان دخیل در انفجار پایه‌های برق دستگیر شدند. او تاکید کرده است که متاسفانه در جریان دستگیری این 2 تن تروریست، یک افسر قطعات خاص شهید و 2 نفر دیگر زخم برداشتند. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید که سقوط ولسوالی ها تنها پیامد نظامی ندارد، بلکه بر روند کمک های بشردوستانه، تأسیسات عامل منفعه زنان، کودکان و مکاتب آسیب جبران ناپذیر وارد می کند. آقای عبدالله این اظهارات را امروز چهارشنبه 26 جوزا در نشستی تحت عنوان تامین آتش بس و دست یافتن به صلح در کابل مطرح کرده است. این نشست از سوی کمیسیون حقوق بشر و نهاد زنان سازمان ملل برگزار شده است. آقای عبدالله روز گذشته نیز در مورد سقوط پیهم ولسوالی ها به دست گروه طالبان اظهار نظر کرده بود. او گفته بود که ولسوالی ها به صورت برنامه ریزی شده به دست طالبان واگذار نمی شود. طبق اعلام سپیدار، آقای عبدالله در این نشست همچنین گفته است که نباید به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تشویش اضافی ایجاد شود. نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان با وزیر خارجه هند در دوحه پایتخت قطر دیدار و درباره روند صلح افغانستان گفتگو کردند. زلمه خلیزاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان، در توییت های روز چهارشنبه 26 جوزا نوشت که با جیشنکر وزیر خارجه هند در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است. آقای خلیزاد نوشته است که در این دیدار دو طرف روی اولویت‌های امریکا و هند در مورد افغانستان مستقل، حاکم، متحد و در صلح با خود و جهان گفتگو کردند. ششم جوزا یک چرخبال در مقر لوای ارتش در غزنی هنگامی که نشست کرده بود هدف اصابت موشک قرار گرفته است. امان الله کامرانی معاون شورای ولایت غزنی به رسانه‌ها گفت که شماری از مقام‌های امنیتی از کابل به غزنی سفر کرده بودند و هواپیمای حامل آنها در مقر لوای ارتش در شهر غزنی نشست کرد و ساعاتی پس از آن طالبان با راکت این هواپیما را هدف قرار دادند. با گفته او در این حادثه به کسی آسیب نرسیده است. او احتمال داد که این چرخبال 1 ساعت پیش از پرواز هدف قرار گرفته است.
مسئولان محلی ولایت بامیان میگویند که جنگجویان طالبان ساعت 2 بامداد چهارشنبه شب 26 جوزا حمله تهاجمی خود را بر پاسگاه‌های نیروهای امنیتی واقع در ولسوالی کوهمرد این ولایت آغاز کردند. سید انور رحمتی والی بامیان در یک نشست خبری گفت که همکنون درگیری در ساحه جریان دارد و 5 تن از نیروهای امنیتی جان باخته و 1 تن دیگر زخم برداشتند. والی بامیان افزود که هرچند از تلفات جنگجویان طالبان جزئیات دقیق در دست نیست، اما بر بنیاد معلومات ابتدایی یکی از فرماندهان این گروه زخمی شده است. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر مدعی شده بود که 9 سرباز در ولسوالی کوهمرد کشته شده و 2 پاسگاه نیروهای امنیتی نیز به تصرف طالبان در آمده است. حدود 50 زخمی نیروهای امنیتی در ولسوالی اوبی ولایت هرات گیر ماندند. وابستگان شماری از نیروهای امنیتی در ولسوالی اوبی هرات نسبت به انتقال نیافتن زخمی ها از مرکز این ولسوالی شکایت دارند. آنان مدعی‌اند که زخمیان از چند روز به این سو بدون امکانات در کمپ نیروهای ارتش بی سرنوشت ماندند و حکومت برای درمان و انتقال آن به شهر هرات اقدامی نکرده است. معترضان 2 روز پیاپی در مقابل ساختمان ولایت هرات دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان انتقال زخمیان شدند. ولسوال اوبه هشدار می‌دهد که وضعیت شماری از زخمی‌ها وخیم است و باید هرچه زودتر برای درمان به شهر هرات منتقل شوند. مقام‌های محلی هرات علت عدم انتقال زخمی‌ها را شرایط نامناسب برای نشست چرخبال‌های ارتش عنوان می‌کنند. ادامه آتش سوزی در ولایت نورستان تا اکنون 174 هکتار جنگل را سوخته است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری کشور میگوید که در نتیجه آتش سوزی چند روز اخیر در جنگلات ولسوالی نورگرام ولایت نورستان حدود 174 هکتار جنگل سوخته است. وزارت زراعت، آبیاری و مالداری امروز چهارشنبه 26 جوزا با نشر خبرنامه گفته است جنگلاتی که در این آتش سوزی ها سوخته است شامل درختان جلغوزه، بلود و نشتر می شود. به نقلی از خبرنامه این آتش سوزی همکنون به طرف جنگلات دره گورگل در حال گسترش است. طبق آمار رسمی ابتلا به ویروس کرونا که روز چهارشنبه 26 جوزا از سوی وزارت صحت عامه نشر شد، در یک شبانه روز گذشته 94 بیمار کرونایی جان باختند و در یک شبانه روز گذشته 1722 بیمار جدید کرونایی نیز شناسایی شده است. از زمان شیوع ویروس کرونا تا اکنون این بلندترین رقم ابتلا و مرگ و میر ناشی از ابتلا به ویروس کرونا است که در کشور ثبت می شود. و خبر اخیر این است که گروهی از دانشجویان دانشگاه هرات موفق به ساخت دستگاه تولیدی اکسیژن شدند که به گفته آنان در مرحله آزمایش عملکرد خوبی داشته است. گروه آریا تاپتیک پس از 4 ماه موفق شد که این دستگاه را با موفقیت بسازد. در این گروه 6 دانشجوی دختر و 3 دانشجوی پسر حضور دارند. این دستگاه در 3 مرحله کار اکسیژن را تولید می کند و با آسانی حمل می شود. پیش از این اعضای 10 نفری گروه دانشجویان کامپیوتر ساینس آریا تاپتیک موفق شده بودند که دروازه هوشمندی را بسازند که افراد از آن در زمان عبور ضد عفونی می شود. این بود مجموع خبرهای این ساعت که از رادیو جهانی ترکمن FM بر شما تقدیم شد. تا خبرهای بعد خدایا رو نگهدارتان.